سلام دوستان، اینجا چنل آمور فاطمه و منم مهدی هستم. امروز قراره با هم آموزش نقاشی این اختاپوس قشنگ رو ببینیم و همچنین معجزه های خربافروشی نامیا رو ادامهش رو براتون بخونم. پس شروع کنیم. گوشه اتاق کوسن‌های مربعی روی هم تلمبار شده بود. اتاق کمد دیواری هم داشت، اما کسی مشتاق باز کردنش نبود. در واقع مغازه دقیقاً بعد از اون اتاق بود. آتوسیا با چراغ قوه از داخل در نگاهی به مغازه انداخت. قفسه‌های مغازه هنوز هم پر از نوشت افزار، وسایل آشپزخونه و محصولات بهداشتی بود. شوتا که داشت کشوهای مهرآویزی رو میکرد، یک دفعه با هیجان گفت: ایول، شمع پیدا کردم، حالا دیگه نور داریم. چند تا از شمع‌ها رو با فندکش روشن کرد و اونها رو گوشه و کنار خونه گذاشت. وقتی همه جا به حد کافی روشن شد، آتوسیا چراغ قوه‌اش رو خاموش کرد. کوهی چهارزانو نشست و گفت: آخیش، حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که تا صبح منتظر بمونیم. آتوسیا تلفن همراهش رو در آورد و به ساعت نگاه کرد. کمی از 2:30 نیمه شب گذشته بود. شوتا از کشوی پایین محراب چیزی بیرون آورد. ببین چی پیدا کردم. او چیزی شبیه مجله‌های هفتگی قدیمی پیدا کرده بود. آتوسیا گفت: بدش به من. بعد مجله رو از شوتا گرفت. گرد و خاک روی جلدش رو تکان. تصویر زن جوانی روی مجله به او لبخند می‌زد. شک نداشت که چهرهش رو قبلا دیده. ناگهان یادش اومد که او در چند سریال مختلف نقش مادر رو بازی کرده. حالا دیگه دست کم او اواسط 60 سالگی رو داشت. آتوسیا نگاهی به تاریخ روی جلد انداخت. مجله مال بیش از 40 سال پیش بود. وقتی تاریخ رو بلند خون، همه چشم‌هایشون گرد شد. شوتا، کنجکاوم بدونم اون قدیما اوضاع چطوری بوده. آتوسیا صفحه‌ها رو ورق زد. محتوای مجله تفاوت چندانی با مجلات هفتگی امروزی نداشت. آتوسیا: دستمال توالت و مواد شوینده از سوپرمارکت‌ها به سرقت میره. چه عجیب، احساس میکنم قبلا چیزهایی در موردش شنیدم. کوهی: آها آره، میدونم داستان چیه. این خبر احتمالاً باید مال دوران بحران نفت باشه. آتوسیا به صفحه فهرست مطالب برگشت و بعد مستقیم به سراغ صفحه وسط مجله رفت. اما خبری از اون پوسترهایی که امیدش رو داشت نبود. عکسای برهنه یا ستاره‌های مشهور. مجله رو بست. گذاشتش روی کشو و نگاه دیگه‌ای به اتاق انداخت. یعنی از آخرین باری که کسی اینجا زندگی کرده چقدر میگذره. هنوز توی قفسه‌ها جنس هست. بعضی از لوازم خونگی بزرگ رو هم با خودشون نبردن. انگار مجبور شدن مجله از اینجا نقل مکان کنن. شوتا نتیجه گرفت. شبانه فرار کردن. شک ندارم دیگه مشتری نداشتن، اما بدهیشون هی بیشتر و بیشتر میشده. یه شب بار بندیلشون رو جمع کردن و زدن به چاک. خلاص. آتوسیا: آره خب ممکنه. کوهی ناله‌ای کرد: من گشتم. یعنی این دور و بر سوپرمارکت هست؟ آتوسیا با چشم قره به او گفت: حتی اگه باشه قرار نیست بریم اونجا. تا صبح همینجا هستیم. بریم بخوابیم تا زودتر بگذره. کوهی سرش رو انداخت پایین و زانوهایش رو بغل کرد. ولی وقتی اینقدر گشنمه خوابم نمیبره. خب شوتا راست میگه. تازه کی میخواد تو همچین جای کثیفی دراز بکشه؟ بهتره حداقل چیزی پیدا کنیم بندازیم زیرمون. آتوسیا بلند شده با چراغ قوه به سمت مغازه رفت. یه لحظه صبر کنید. از کنار قفسه‌ها رد میشد و روی اونها نور مینداخت تا بسته پلاستیک یا برزنتی پیدا کنه. آخر سر لوله‌ای از کاغذی که برای ساخت درهای شوجی از اون استفاده میشد پیدا کرد. اینم بگم درهای شوجی درهای چوبی سنتی ژاپنیه که با یک کاغذ شفاف پوشانده میشدن. تا دستشو دراز کرد که اون رو برداره، صدایی از پشت سرش شنید. به سمت صدا برگشت. چیزی سفیدی وارد جعبه کنار کرکره شد. نور رو به طرف اون گرفت و دید پاکت نامه است. ضربان قلبش تند شد. محال بود پستی برای این خانه متروکه نامه بیاره، اون هم وقت شب. پس حتما کسی از بودن اونها در اینجا خبر داشت و میخواست چیزی بهشون بگه. آتوسیا نفس عمیقی کشید و دریچه رو باز کرد تا نگاهی به بیرون بیاندازد. خودش رو آماده کرد با تعداد زیادی ماشین پلیس روبرو بشه، اما در کمال تعجب بیرون کاملا تاریک و خلوت بود. با خیال راحت‌تر پاکت نامه رو برداشت و روی پاکت سفید بود، اما پشتش با خط فانتزی امضا شده بود: خرگوش ماه. پاکت نامه رو با خودش به اتاق تاتامی می‌برد. وقتی آن امضای عجیب را به بقیه نشان داد، رنگ از چهره همشون پرید. شوتا پرسید: این دیگه چه کوفتیه؟ تو رو خدا به او قبل از اومدن ما توی جعبه بوده. آتوسیا: یکی الان از دریچه این نامه رو انداخت داخل. با دوتا چشم خودم دیدم. به پاکت نامه نگاه کنید. کاغذش نوعه، درسته؟ اگه مال قبل بود الان مثل بقیه چیزهای اینجا روش پر از خاک بود. کوی از ترس دلا شد و سعی کرد هیکل درشتش رو تا جایی که میتونه جمع جور کنه. شک می‌بندم که کار پلیس هست. آتوسیا: منم تو همین فکر بودم، اما شک دارم پلیس برای این بچه بازی‌ها وقت نداره. شوتا: دقیقاً، پلیس عمرن پاکت نامه رو به اسم خرگوش ماه امضا کنه. کوه یخ میکرد. چشمای سیاهش مضطرب بود. پس کار کیه؟ آتوسیا به پاکت دست کشید. ضخامتش رو حس میکرد. احتمالاً نامه طولانی داخلش بود. یعنی فرستنده چی میخواست بگه؟ آتوسیا سری تکان داد و گفت: آره، این نامه برای ما نیست.
دوستانش با حیرت به او نگاه کردند. آتوسیا ادامه داد: یکم بهش فکر کنین. از وقتی رسیدیم اینجا تا الان چقدر گذشته؟ اگه نوشته کوتاهی بود با حق جور در میومد، اما نوشتن همچین نامه‌ای حداقل نیم ساعت طول میکشه. اینم از پایان این بخش. امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. لطفاً با لایک و سابسکرایب و کامنت منو حمایت کنید.